خب دوستان عزیز سلام. همونطور که ملاحظه میکنید کنج استخرامون رو بچه های ما زحمت کشیدن، به صورت اوورلپ در آوردن. یه ماهیچه نیمگرد رو اطراف کنج استخر همونجوری که ملاحظه میکنید انجام دادن، هم اطراف چارگوش کنج استخر و هم خدمت شما عرضم که برای کف استخر به همین صورت اجرا کردن که هم در زمان آببندی استخر مقاومت بالایی رو ایجاد میکنه و هم برای زمان انجام کاشیکاری استخری، چه دور تا دور و چه برای انجام کف استخر، که هم یه طرح یک نواخت زیبایی رو برای استخر ایجاد میکنه و هم مقاومت بالایی رو برای دور تا دور استخر ایجاد میکنه.